React.js کتابخانه‌ای برای ساخت رابطه‌های کاربری تعاملی در فرانت اند و Node.js یک محیط اجرایی برای اجرای جاواسکریپت در بک اند و ایجاد سرورهای مقیاس پذیر محسوب میشه. استفاده همزمان از React.js در فرانت اند و Node.js در بک اند توسعه وب رو یک پارچه، مقیاس پذیر و کارآمد میکنه. این ترکیب امکان ایجاد برنامه‌های پویا با عملکرد بهینه رو تنها با جاوا اسکریپت در هر دو بخش فراهم می‌سازه. در این آموزش نحوه راه اندازی پروژه‌های بک اند و فرانت اند با استفاده از اکسپرس، Node.js و ریاکت رو یاد می‌گیرید. سپس سیستم ثبت نام و احراز هویت کاربران رو پیاده سازی کرده و مدیریت دسته‌بندی‌ها و محصولات رو در پنل ادمین انجام میدیم. همچنین متدهای مربوط به افزودن، ویرایش، حذف و تغییر وضعیت دسته‌ها و محصولات رو پیاده سازی می‌کنیم و در نهایت یک پنل ادمین کارآمد و قابل استفاده برای مدیریت داده‌ها ارائه خواهیم کرد. برای یادگیری بهتر و مؤثرتر مفاهیم این آموزش، علاوه بر ویدیوها، پروژه‌های آموزش هم در قالب فایل‌های جانبی در اختیار شما قرار می‌گیرند و شما می‌توانید از این فایل‌های جانبی همگام با یادگیری استفاده کنید. من شهریار زوابند هستم. کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات خوندم و در توسعه وب و اپلیکیشن فعالیت می‌کنم. خیلی خوشحالم که در این آموزش همراه شما هستم و اگر آماده اید هر چه سریعتر یادگیری رو شروع کنیم.